یاره خدا هیچ کس غزدار نکنه. همه ساعت زنگ بزنه. بله لالا شاگل، سلام علیکم. تیرا خوشحال لالا، خیریت جان شما جوره. لالا از زنگ به کار نداره، میدم پولا شما رو دیگه جان برار. سکو برارمه. من یک موتر بابجی از برارمه. با 70,000 افغانی بخریده. 40,000 پس به پول می 30,000 افغانی به من میدی که موتر رو دارم بیارم برات بدم. لالا جیگر 20 سود بیشتر نمیشه که استونده. میارزه نمیارزه بالاخره می 70,000 قیمت اینه. می 30,000 من بده که من دارم میارم موتر برات بدم که 40,000 تا هم نقشه. آه دیگه پول تو سوختنی. درسته سوختنی، یعنی میگم فعلا که من دارم، اگر همین موتر بتون ندم اینگاه که سوختنیه دیگه، فرق نمیکنه. آه لالا یک پنجی کم تر نداره برارمه. میارزه نمیارزه این موتر 70,000 قیمت چون 70,000 بخریده برارمه. یک دوی کم تر نداره برارمه. 70,000 تا بگم 69,999 روپیه نمیشه. آه خوبه صحیحه. 30,000 دیگه آماده کنم خدمت میارم موتر دم سراتو میارم پول آماده. آه درسته، خداحافظ. خب ای که باشو انحال برم بمخانه باچی برار. شکر بیش از اینا که اعتبار دارم. میرم قراره که بمخانه باجی برار خو میگم اون موتر خو بده که من برم به عروسی. بمبونه موتر مستونم میدم بزو بیازه که ما میشه رفتن ایرانو. قرضام هم خلاص بشه، مشکلات ما حل بشه. خدا بده برکاتی. بیترین فکر. Gillago! Sai che mi dal sulla china dalla wako! Dal sulla sai che china dalla wako! سلام علیکم. سنه خوبه خیریت جان شما بخیر. سنه خوبه خیریت. خوبه. سنه جواب. شکر زنده باشین. خوشحال هستم. سلامت باشین. شکر زنده باشین. چیکار پایه؟ الحمدلله. بله به خدا که چای بخورید. زنده باشین. من میرم دیگه همین تا اومدم دنبال موتر شما خاطر شما محفل خبرم. انا قراره که به خاطر که شو محفل اطراف شو گفتم موتر شما اگر شما مشکل نباشه موتر بده خاطر شو. موتر کو آقا مخوام پیار مخوام. خیر باشه دعا کنم. حتی کسی واسه کنه با خونه از کلیار بگم شما مایما. آه دیگه اگه خواب بودم بیدار نکنیم دیگه ولی ما شما خب میشناسم دیگه بکنید. کلیار موتر خواب مستون بیدار نمیکنن دیگه. بیدار نکنیم خاطر باز بیدار خواب میشه. میگم برار باجی شما رمضان آمده. ای خیر ببینیم میگم رمضان اومد دنبال کلی موتر. خوبه. امشب به کار داریم. امشب خاطر ما با مجلس خبریم، خاطر از طرف میگم با وسیله نیه دیگه ما با چا گفتن چی رقم بیارم من. به عروسی ها. به عروسی بله. خیر ببینیم.
بیا وردیم خیر. میخوای چی رقم بود؟ جانه. یارم میت خیر بودم خور میزدم. خوب. کلیان تا کسی نورده شد. خوب. آره بیایم ما یاد ندارم بیایم بریم. خوب. انا پشت داره بیایم. باش. خوش آمده بله. خوش آمده. دوشی از این خمیشه آبا تو به چه کی گفته که کلیار موتر به دست دو بده؟ تا خدا نترسی که مرا کار بیکار کردی از هر روزگار من بندختیم رو اگیلا بیا گیجی بده بله بابا. مرگ بله بابا من امروز کار غریبی بندختی کار کردی بود که تو کردی و تو کی گفت که کلیار موتر به دست ده؟ گفت خاطر من میرم که به عروسی خبر شروع میشه خانواده خود میارم عده. گفت اکبر ماستم بیام شما درو جخ کنم و خیر بیدار نکردم درو اینجا خیر بودیم شما. لا اله الا الله برو سر خاله خو خب بگو همه بر رمضان بگن کم که موتر داره بیاره دیگه بده برو دیگه سر خاله خوب برم ها. برو چی رقم روزگار شده من موتر که نداری تو با موتر مردم چی کرده داری کوکو با مال مردم جوینی میشه که تو زن بچه خبر میدار به عروسی میبری کاکا یلا کورد ما دیگه با آدم با بالا میفته آدم بم زندگی خود چیزی بخوم استونه موتر سینی میگم بدی با یکسره با مردم بدی اگه باسکل سینی بگم به مردم بدی اگه سچار خرچ که بستونی میگم بدی با مردم بدی بابا با مال مردم جوانی نمیشه یعنی خود جوانی کنه در نکوده که کاکا یلا کورد ما این 2 روز میشه تو موتر ببری دیگه تا آخرتون برم 20 سال نمیشه وقتی چی خودت خبر نداری که من سر کار غریبی میرم شاگل همون در واکو سلکو کینه برو بده سلام علیکم اندلا باشه. و علیکم سلام بسم الله گلک سلام سلامت خوب خیریت جانجوره شکر سلامت یا راستین خیریت ای چیه موتریه ماشین چمنه ماشین چمنزنی چی؟ ماشین چمنزنی چمنزنی؟ شته چمنزنی؟ همین علفا که بلند میشه خودی ازی باز میزنیم آها این تنورگزینیه؟ نه دیگه همین دوم به تنورگزینیه خاطر ننه من تنورگزی دارم رنگمینه این خورجینه خورجینی نه؟ علفا میه به داخل ازی باز زیر میبریم چپا میکنیم به اون طرف آها من قوت میده؟ نه دیگه این برای سویری نیه که بالاشی این فقط همیت علف میداره روشن میکنی علفا چمنه میزنی و علفا که به توقاج میداره چه عجب از ما خبر گرفتی امدی کی؟ تو کجا؟ به اینجا امدی آها به سرا ما امدی این خود مثل مرتکه توقاچی داره این توقاچی داره برقیه این به برق میزنی روشن میشه بعد از اون همین بسته چمنا رو پاک بکیزه میکنه فقط هم بلنشه و این فقط همیت چمنزنی میگم یعنی سرا شما میته پیشرفته یه دیگه جانیه چه کار کنیم دیگه زحمت کشیدیم این دیگه شاید ایواز خرم چه بار کش کنه نه بار ماری کش نمیکنه ایواز خر کش نمیکنه ایواز توقاچی کار میکنه ایواز توقاچی مرتکه کجایه این خود من میتونم این کارو بکنه باغون ما میتونه این کارو بکنه هر کس میتونه این کارو بکنه خب شو خاله بله اشتغل خاله من خوبم شکر مر پیار مرای کلام انا گفتن که به بلال خوب بگین که اون موتر انا ور داره بیاره خاطر پیار ما کار غریبی خوب افتاده برار موتر بیاره ها تو خبر نداری از برار ماخی ها از برار خبر نداری رمضان میگم رمضان خبر نداری تو رمضان خوب رفت دیروز به ایران رفت شو خاله دیروز صبح بیا ما کی رمضان به ایران رفت
ساعت 8 بجه شو حرکت کرد بره به ایران. خبر نداری آخی بیچاره خیلی قرضدار و پریشون شده بود، بره به اونجا که کار کنه، به کار کده رفت. آها دیشب نماشوم 8 بجه شو 8 بجه شو حرکت کرد بره به ترمینال، از اونجا بره رو به طرف ایران. خود موتر ما را به ایران. من از موتر شما خبر ندارم. موتر سفید تخمرگی ننهجی. گردنم بسته باشه والله اگه من موتر شما دیده باشم. موتر ننهجی ما ندیدیم. من دیروز که خود حفیظی کردم به دست از اون موتری ندیدم. بچم یعنی موتر ما نبید به دستی ننهجی ها؟ نه موتر پوتر ندیدم به دستی او. این رمضان سیکو کلا همه گیر وردشته بود، کم بود که کلا باجه منم وردشته. خدا میدنه موتر از زیر بستونده وقت ببرده او کده. باز کاش که این آدم شله نمی بود. این آدم شله رنال اشته از خان خمیل خطا دوم یله کردنی نیه چه کار کنم خودی عظیمه. بابا بگو. رمضان به ایران رفته. کی؟ رمضان رمضان به ایران رفته؟ ها کی گفت تو؟ گیلک بیامد به خانه میگه رمضان به ایران رفته. گفته کجا؟ بابا گفت اون به باغچه برو پیش بابا بگو اصلا نکرد تو به اینجا بیاید. موتر چی کرده؟ خدا میدونه موتر کجا کرده. او بله بابا اگه من میفهمم این ولیم قرضا خود داده. نه خب شما چرا موتر به دست این آدم کلاباز بدین؟ میفهم که مغز قصدار عزیب ارزو از هر جا قصداره. حالا بابا به سرم سیاست نکن. من دادم کلیا به دستیو. من خیر بودم یا نه کلیا گیلک وقتی شما بده به دستی داده. حال گیلک پس خیلی بیان میگه رمضان به ایران رفته. یا میتادم کلاباز یا قصدار دست قصدی اون بجس بره به ایران. باش من باجه خود زنگ زنم. مطلع کنه که بفروخته باشه. سلام باجه ایشتنی تیار خوبی جانجوره شکر ایشتن خوشتشیمه بچه همه تیارم شکر زنده باشه. میگم امی برای شما رمضان من خیلی بودم امی گیلک کلیا موتر به کسی واردشته و دست برای شما رمضان داده. گفتی بوده که ما میریم به عروسی میریم. همین موتر ما چکار شده موتر دو روز میشه برای شما نوردی. به ایران رفته. بگین موتر ما بیاره. این موتر ما چکار کرده دیگه؟ این برو دیگه اگه برای شما کلاورداره کو از خود حسابی داره که من این موتر به 70,000 بخریدم 20 روزم بیشتر نمیشه. هر رقم میشه من خود خوب جنجال نندازن موترک مزار سرزمینی میشه پیدا کنیم بدین دست اومدین. من دیگه به شما کارم ندارم بالاخره خود به جنجال نندازن. من خود شما مر میشناس که میشناسم همیو. همین کار باشه که باجه سکو. همین کار باشه که ما شما به جنجال نفتکیم. دیگیاتی بمیجی ما شما نباشه. خود من به شما بگفتم اختیار خدا را من به شما کار ندارم. دو مترک مرا دقیقا میشه 20 روزم بیشتر نمیشه که میستونم به 70,000. اما با برای شما چی کار دارم؟ ما با خود شما کار دارم. برای او که رفته به خاکی که رفته ما موتر خوب کار دارم. خب مدال حالا ما کار ندارم. من به محمود و اینوینی کنه نمیفهم سرم هیچ چی اصلا به دیگه پاوا نمیشه. من فقط موترک خمایم رو من دیگیت کن من خودم بشی من موتر خمایم بالاخره خلاصه با تو بگم باجه خوبه گردم نوری چشم برار منی تاج سر منی بفروخته. بفروخته موتره ولی قرضا خدا ده. نه
دیگه والله اگر صاحب موتر باشم باجی میگه اصلا من موتر به دست ندیدم بفهمیدی؟ اشته نازی پس کی به ایران رفته؟ خب موتر رو برد گفته دیگه که عروسی ساعت 8 میره. پیشی هم حرکت کرده برفته به ایران رفته. نمیتونه دیگه. ها سر دل خو میره کلیا میده به دسته. وای وای